آن کس که مرا روح و روان بود پدرم بود. آن کس که مرا فخر زمان بود پدرم بود. افسوس که رفت از سرمان سایه رحمت. آن کس که برایم نگران بود پدرم بود. سلام و درود بینندگان عزیز تلویزیون سیمای شهر پنجکند. برنامه از یادها در یادها تقدیم شماست که این لحظه از زندگی نامه و خاطره نیکی پدر عزیز و مهربان، مشفق و غمخوار فرزندان، دعاگو، سناجو، معلم، مربی، ورزشگر، شاهستون خاندان، مردی حلیم و مهربان، خاکسار و فروتن، خاصه نفری بودند که در بین عام احترام خاص داشتند. حسینوف بازار. اینک از حیات و فعالیت شادروان حسینوف بازار یاد میکنیم. حسینوف بازار 10 نوامبر سال 1953 در شهر پنجکند، ولایت سوخت، جمهوری تاجیکستان تولد شدند. اگر عمر وفا میکرد امروز در این سنه به سن 70 سالگی می رسیدند. ولی افسوس و صد دریغا که 1 سال می شود زادروز پدر مهربان را با 1 کف دعا و فاتحه تجلیل می کنند. حسینوف بازاربای سال 1975 انستیتوت تربیت جسمانی شهر دوشنبه را ختم نمودند. سالهای 1976 1977 در صف قوه‌های مسلح اتحاد شوروی ادای خدمت نموده است. 1 مدت در کلوب‌های مختلف ورزشی شهر پنجکند به صفت مربی فعالیت نمودند. از سال 1982 تا سال 1992 در آموزشگاه آموزگاری شهر پنجکند و از سال 1992 تا واپسین عمرش در مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی شهر پنجکند همچون آموزگار فن تربیت جسمانی فعالیت داشتند. بازار حسینوف متخصص ساحه فوتبال و ورزش سبک به شمار رفته در این سمت به کامیابی‌های نظررس نائل گردیده است. سالهای زیاد او در هیئت اساسی دسته منتخب فوتبال شهر پنجکند در موقع هجوم کننده هنرنمایی کرده است. اینچنین او در دسته‌های فوتبال مؤسسه‌های گوناگون شهر پنجکند به صفت سرمربی فعالیت نموده در انکشاف این نماد ورزش در شهر پنجکند سهمی ارزنده گذاشته است. علاوه بر این در دوام فعالیت مهنتیش منتظم وظیفه سرداور را در رفت واخوری‌های رسمی دسته‌های مختلف فوتبال، والیبال و بسکتبال اجرا نموده است. دستپروران او در دسته منتخب فوتبال شهر پنجکند و در نمودهای ورزش سبک در مسابقه‌های سطح مختلف و دستاوردهای مهم ورزشی نائل گردیدند. شادروان بازار حسینوف علوچی وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان بودند. ولی هیهات صد دریغا که امروز 5 نفر فرزندان با اشک حسرت به نیکی یاد میکنند و میگویند پدر. زیر این نام سیمای نفر پیش نظر جلوگر میگردد که ستون خاندان است و تکیهگاه دل فرزندان، قوت دل عائله و فرزندان و خویش و تباران بودند. بودن پدرم در خاندان 1 دولت بزرگ برای ما فرزند بود. پدرجان عزیزم بازار حسینوف سالهای زیاد برای جامعه، تربیت جوانان در ساحه ورزش، برای عائله و خویش و تبار خدمت شایان کردند. همه اهل خویش و تباران، شاگردان، همکاران با خوشنودی یاد میکنند. صد دریغا من پدر گم کردم، نور خورشید سحر گم کردم. روزی مرگی نابهنگامت پدر
به خبر صبح سحر گم کردم. لذت دنیا دیگر در کار نیست، لذت عمر پدر گم کردم. در بهار نوجوانی ها دریغ، لذت شهد و شکر گم کردم. بی پدر بودن چی مشکل دوستان، چهره پاک پدر گم کردم. و دریغ از این حیاتی بی بقا، من عزیز خود پدر گم کردم. بله، در این ساعت و در این لحظه ها فرزندانی مشتی پر شما با اشک سوزان و با دلی پر علم دردی بی درمان دارند. چون امروز روزی زاد روزی شما است و ولی افسوس شما در بری ما نیستید پدر. عمر اگر بقا می کرد امروز 70 سالگرد عمرتان را قید می کردیم. 100 دریغا از دست اجل چاره نیست. 1 سال رسا می شود که میلادتان را در مزارتان با 1 کف دعای و فاتحه قید می کنیم. برایمان خیلی گران است دولتی نایابمان. پشتیبان و مهربان و غمخوار ما فرزندان در زندگی شما بودید. آه پدر جانم، کاش باری دیگر چهره پرمهر شما را می دیدیم. ما 5 فرزند بی بال و پریم، جای شما خالی است. برای ما مشکل است زندگی به شما پدر جان. ما شمای مهربان را خیلی یاد کردیم و همیشه با نیکی یاد میکنیم. در دل ما تا ابد زنده اید پدر جان. یادتان گرامی، خانه آخرتتان آباد باشد پدر جان. یگانه دخترتان مدینه حسینова میگوید آه پدر نیست. در پشت دیگر کودکیم پشت پدر نیست. در مشته اسپاری پدر مشتی پدر نیست. در تیشه و در کنده نمانده است نشانه. در قاشق چوبین پی انگشتی پدر نیست. آه پدر نیست. در شیشه چشمان من اندام پدر نیست. در روی خط نوبتداری ها نام پدر نیست. شاگردانی او کنند همه یادی ورالیک. در میز پدر دفتر و انجام پدر نیست. آه پدر نیست. در خاطرم خاناتر از گور پدر نیست. یا تابوت غور مرگ رهدار پدر نیست. آه پدر نیست. یاد کردم پدر جانم خانه گرم شما، گرد دسترخوان نشسته صحبتی با مدعای شما. رفت خواب از دیدگانم با غم و صدها علم. می نویسم بیت هجرانم از بحر شما. گرچه قسمت دور کرد از کناری با صفا، همدلن نزدیک هستم با خدا و با شما. پدری مهربان، استاد گرامی قدر، شما را همکاران، شاگردان با نیکی یاد می کنند. همسر مهربانتان، فرزندان دلبندتان با سوز و گداز می گویند پدر از ما جدا با امر تقدیر. دل ما بهرشان 100 پاره باشد. دعا گوییم همه یک جای امروز پدر جان گورتان پر نور باشد. پدر جانی عزیز، شما در بری ما نیستید. به عالمی خاموشان رحلت کردید. از خدای بزرگ می خواهیم که جایگاهتان بهشت و از حوض کوثر سیراب گردیده باشد. امروز دل ما اهل خانواده، همسر مهربان، فرزندان نازنینتان به یاد شما می تپد. یک لحظه حیات را به شما تصور کردن نمی توانیم.
آه پدر جان، حالیا باورمان نمی آید که شما در بر ما نیست. دیگر پند و نصیحت نمی گوید، دوستداری نمی کنید. همه ما مثل مرغی پرشکسته گشتیم و از دیدار مبارک شما محروم ماندیم. پدر جان، برایتان همسری عزیزتان، فرزندانتان، نبیره‌های مهربانتان غصه می خوریم. روزی نیست که برایتان اشک نریزیم، اما چاره چیست؟ بجز صبر امیدواریم که در قیامت با هم واخوریم. پدر جان، چه روزهای خوب را با هم گذرانیدیم، با هم شادی می کردیم و خرسندی می کردیم. همیشه شادی شریکی هم بودیم. هیچگاه فراموش نمی شود آن سنه‌ای که 63مین سین پیامبری شما را جشن گرفته بودیم. خیلی خرسند و شادکام بودیم. کو آن شادی ها، کو آن خرسندی ها. پدر جان، فراموش نکردیم. چقدر مهربان، چهره خندان، غمخوار، نصیحتگوی بودید. طرفی هر کدامی ما با تبسم‌های شکرین نگاه می‌کردید. شاید در دل خود برای ما آرزوهای خوشبختی می‌کردید. پدری بزرگ بودید. هر غم و غصه‌ای که بود در دلتان با خود بردید. به ما چیزی نگفتید. نخواستید که ما فرزندان غمگین باشیم. شما چنین بزرگ مرد بودید. قهرمان ما فرزندان بودید. می‌دانید پدر جان، گرچنده که از خود یک کتاب باقی گذاشتید که امروز در میز کاریتان، در خانواده ما، در دست هر یک شاگردان، یار و دوستان تحفه کردید. کتابی که با نام تربیت جسمانی و ورزش. مؤلف کتاب خود شما بودید پدر جان. ما افتخار از آن میکنیم که از خود چقدر یادگاری ها را باقی گذاشتید. آه پدر جان، کدام خوبی هایتان را بگوییم. درباره شما داستان و قصه ها نویسیم. هر چیزی بگوییم کم است. به همه سخنهای بلند سزاوار بودید پدر جان. باز با یک جایگی دعای خیر میکنیم. فرزندان مهربان، همسری عزیزتان، دست به سما برداشته میگوییم پدر جان، بهشتی عنبر سرشت نصیبتان باشد. تا جان در بدن داریم فراموشتان نمی سازیم. برای ما عزیز بودید و عزیز خواهد ماند. ما امروز زادروز شما را، یادبود شما را با قطره های اشک غم جشن میگیریم و میگوییم پدر جان، الها جایتان جنت، روحتان شاد، منزل آخرتتان آباد و پرنور باشد. ما فرزندان، همسر مهربانتان، نبیره های دلبندتان امروز از نداشتن پدر جان مهربان و نصیحتگر و دعاده جگرخون و آزرده هستیم. ولی شکر از آن میکنیم که مادری مهربان داریم و چراغ خاندان شما پدری ارجمند را برای ما روشن نگاه می‌دارند. پیش خدا دعا میکنیم که مادری عزیزمان را همیشه در پناه عصمتش نگاه دارد. پدر جان عزیز، آرام بخوابید. جای شما همیشه در قلب‌های ماست. به سوی درگاه پاک خداوند همیشه دست دعا باز میکنیم. جایتان جنت، مکان آخرتتان آباد. روح بزرگ شما همیشه مددگار ما فرزندان و نبیرگان باشد. پدر جان عزیز و مهربان، بار دیگر شما را در این روز مولودتان با نیکی یاد میکنند. 5 نفر فرزندانتان، همسر مهربانتان، کلینهایتان، نبیرهایتان، همکاران، همکسبان، شاگردان، پیوندان و نزدیکان، خویش و تباران، خداهایتان، هممسلکان، یار و دوستان و خاصه آنهایی که برای شما به احترام
قائم بودند. پدری مهربان بازار حسینوف، یادتان بخیر باشد. ای شه ستون خانه، دیدار در قیامت گوییم عاجزانه. دیدار در قیامت، دیدار در قیامت. یادتان گرامی پدری محبوب ما فرزندان، بازار حسینوف. الوداع.